سلام بینندگان عزیز، امروز دوشنبه 22 مارت است و در تاجیکستان نوروز را جشن میگیرند. در برنامه امروز درباره معرکه‌های مربوط به جشن نوروز، انتقاد خبرگزاری خاور از تصمیم روسیه، افزایش پروازهای هواپیما با ازبکستان، ساختمان یک پل با پسنداز سفر حج و فعال شدن پایگاه برای آموزش زبان تاجیکی برایتان خواهیم گفت. امروز در تاجیکستان به مناسبت جشن نوروز روز استراحتی است. روزهای استراحتی رسمی تا پایان هفته ادامه می کنند. معرکه و چاره‌بینی های ادانه در کشور ادامه دارد. روزی گذشته در شهر دوشنبه به مناسبت جشن نوروز مسابقه جمهوری گوشتنگیری برگزار شد. به غالبان در وزنهای 65، 75، 90 و 95 کیلوگرم ماشین تویوتا تقدیم کرده شد. امروز در شهر باختر نیز مسابقه بزکشی به مناسبت نوروز دایر می شود. گفته می شود در این سبقت ورزشکاران از افغانستان و ازبکستان نیز دعوت شدند. تاجیکستان امسال با وجود تهدیدهای کرونا ویروس به طور گسترده جشن و معرکه های نوروزی را دایر کرد و چاره‌بینی ها همچنان ادامه دارند. این در حالی است که سال گذشته تجلیل متنتن و پر ازدحامی جشن نوروز در ولایت سوخت باعث انتقادها شده بود، چون به گفته کارشناسان جمع آمدن ازدحام بزرگ باعث گسترش بیشتری بیماری کووید 19 گشت. شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یولری تصمیم گرفته است که از اول ماه اپریل تعدادی پروازهای منتظم به شهر دوشنبه را بیشتر کند. با آگاهی شرکت سر از 3 اپریل پروازها به دوشنبه هفته 2 بار روزهای چهارشنبه و شنبه انجام می شود. پیشتر هواپیماهای ازبکستان هوا یولری هفته 1 مرتبه به دوشنبه پرواز می کردند. اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان میانه های ماه مرتی سال روان خبر داده بود که پروازهای منتظم میان دوشنبه و تاشکند روزهای نزدیک آغاز خواهد شد. پروازها میان تاجیکستان و ازبکستان با هدف پیشگیری از پنجشنبه کرونا ویروس از ماه مارت سال گذشته به این طرف قطع شده بودند. در همین حال شرکت سامان ایر هم اعلان کرد که پروازهای منتظم به قزاقستان را از سر میگیرد. این شرکت هفته 1 مرتبه روزهای چهارشنبه از دوشنبه به الماتای قزاقستان و برعکس پرواز انجام میدهد. از همه مسافران معلوماتنامه آری بودن از کرونا ویروس که نه پیش از 72 ساعت از آغاز پرواز داده شده است طلب کرده می شود. دستپوشک و داشتن نقاب هم برای مسافران حتمی گفته می شود. عین زمان پروازهای منتظم از تاجیکستان تنها به ترکیه، ازبکستان، قزاقستان و امارات متحده عرب برقرار کرده شدند. اخیراً گرجستان نیز برای شهروندان تاجیکستان مرز خود را باز کرد و ساکنان تاجیکستان به این کشور می توانند سفر کنند. روز 21 مارت بدون اعلان پیشکی وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لوید آستین از افغانستان زیارت کرد. بر پایه سازش ایالات متحده آمریکا با طالبان که ماه فوریه سال گذشته در قطر به امضا رسید، سربازان آمریکایی باید تا 1 می سال روان افغانستان را ترک کنند. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان به رادیو آزادی گفت که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی با وزیر آمریکایی وضعیت امنیتی در افغانستان را بررسی نموده ابراز نگرانی کرد که خشونت ادامه دارد. سفر آستین اولین بازدید مقامی بلندپایه مأموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن از افغانستان است. آستین به خبرنگارانی همراهش گفت که مأموریت ایالات متحده آمریکا امیدوار آن است که جنگ افغانستان با مسئولیت به پایان رسد. واشنگتن پست می نویسد که به قول وزیر آمریکایی افغانستان باید به دوره نو گذرد. هفته گذشته او در یک صحبت تلویزیونی گفت تا 1 می از افغانستان بیرون نمودن سربازان برای واشنگتن دشوار خواهد بود. فعلا در افغانستان نزدیک به 2500 افسر و سرباز مستقر می باشند. خبرگزاری دولتی تاجیکستان خاور تصمیم روسیه را که دانشجویان 25 کشور را برای ادامه تحصیل به قلمروش راه داد اما شهروندان تاجیکستان را نه تنقید کرده است. خاور روز 21 مارت در گزارش با نام لقمه چی مانع می شود که دانشجویان تاجیکستان برای ادامه تحصیل روزانه به روسیه برگردند از این تصمیم انتقاد کرده گفته است مقامات روسیه راه را به کشورهای باز کردند که وضع بهداشتی در آنها نگران کننده است. وزارت علم و معارف روسیه روز 21 مارت رویخط 25 کشور را نشر کرد که وضع بهداشتی آنها از جانب مقامات روسیه خوب ارزیابی شده. دانشجویان از این کشورها حق ورود به روسیه را پیدا می کنند و می توانند در درس‌ها به واسطه شرکت ورزند. از میان کشورهای آسیای میانه در این رویخط قزاقستان و قرقیزستان نام برده می شود و دانشجویان از این کشورها حق وارد شدن به روسیه را
پیدا میکنند. اما تاجیکستان شامل این رویخط نیست و دانشجویان تاجیکی شامل دانشگاه‌های روسیه هستند هنوز هم مجبورند به شکل آنلاین تحصیل را ادامه بدهند. در دانشگاه‌های روسیه حدود 20,000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. مرز روسیه سر از 20 مارت سال 2020 یعنی بیش از یک سال بر روی شهروندان تاجیکستان بسته است. با جز از چند استثنا شهروندان تاجیکستان حق وارد شدن به روسیه را عین زمان ندارند. بیننده ارجمند در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان مفصل گزارش خواهیم داد. یک زن در ناحیه اشت ولایت سوخت با مبلغی به سفر حج جمع کردش کوپروک و یا پول ساخته است. سعید علی و هومینیسا ساکنی دهه غداس جماعت دهاتی آشابه اشت از حساب مبلغ‌های برای سفر حج پس انداز کرده خود پول ساخته برای همدهگانش به استفاده داد. در رسم افتتاح این کوپروک ظریف میرزادا رئیس ناحیه اشت و بهرالدین زیایی وکیل پارلمان شرکت داشتند. این کوپروک که با خرج بیش از 30,000 سامانی ساخته شده است از حساب مبلغ‌های برای سفر حج جمع آوری نموده هومینیسا سعید علی و بوده با گفته مقامات تحفه در عرفه تجلیل نوروز به اهل ده می باشد. سفارت تاجیکستان در بریتانیا طرح آموزش آنلاینی زبان تاجیکی را آغاز کرده است. این لایحه را با سرپرستی سفارت مرکز فرهنگی تاجیکان راه اندازی می کند. با گفته تشبثکاران هدف از راه اندازی این پایگاه آموزشی آنلاینی زبان تاجیکی رشد و ترویج زبان، کمک به آموزش آن خصوصا برای تاجیکان برون مرزی است. درس‌های نخستین زبان تاجیکی در صحیفه زبان در شبکه اجتماعی یوتیوب گذاشته شدند. به زودی فعال شدن پایگاه اینترنتی زبان هم در نظر است. سازمان خیریه پیشرفت که در ساحه علم و معارف در تاجیکستان برنامه‌ها دارد، آمادگی خود را جهت سرپرستی این طرح اعلان داشته است. یوری باتورینکو نیم حمایتگری دسته فوتبال پامیر و زاده شهر باختر قرغانتپه سابق سرمربی دسته راتور از شهر ولگاگراد روسیه تعیین شده است. باتورینکو الکی سومین بازیگر دسته پامیر از سالهای 80 است که به مقام سرمربی دسته های پریمیر لیگ روسیه می رسد. ادگار گیس بازیگر دیگری دسته یک مدت دسته الانیا از ولادیکافکاز را مشق میداد. رشیم رحیموف سرمربی سه تیمی لیگ اساسی فوتبال روسیه امکاری پرم، لوکوموتیو مسکو و اخمتی گروزنی بود و یوری سیومین که سابقه مربیگیش را در دوشنبه سر کرده بود یکی از خوشنامترین مربیان فوتبال امروزه در روسیه اعتراف شده است. یوری باتورینکو بیش از 20 سال سابقه مربیگیش را در ستاد استادش سیومین سپری کرده است و حالا بار نخست مستقلانه رهبری یک دسته را بر دوش میگیرد. خودی باتورینکو در مصاحبه اول برای کلوب قید کرد که قبول این پیشنهاد خیلی آسان بود. یوری باتورینکو فوتبال بازی را در دسته پامیر آغاز کرده است. سالهای 1992 و 1996 در تیم منتخب تاجیکستان 3 بازی انجام داده است. پس از به اتمام رسیدن کریر ورزشی او به حیث مربی کار را شروع کرد. بینندگان ارجمند در پایان این نشر سرخطی رویدادها همچون نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که بانک ملی تاجیکستان برای امروز نشر کرده است 1 دلار آمریکایی 11 سومانی و 31 درم، 1 یورو 13 سومانی و 46 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی و 18 درم ارزش دارد. قربی خرید و فروش اسعار خارجی در بانک‌های تجارتی نظر به قرب رسمی از 1 تا 3 سومانی میتواند فرق کند. خبر و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می‌کنیم که پس از 3 ساعت مستقیما در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک نشر می‌شوند و ثبتش را هم می‌توانید آنجا تماشا کنید.